بعد از تولد محمد صلی الله علیه و آله و سلم مادرش آمنه اون رو به صحرا سپرد تا اونجا بزرگ و پرورده بشه. این رسم بزرگان قریش بود که فرزند خودشون رو به افرادی از صحرا می‌سپردند تا به لحاظ جسمی و روحی یک فرد قوی بار بیاد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم توسط آمنه به حلیمه سپرده شد. به این ترتیب حلیمه سعدیه به مادر رضایی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبدیل شد. در حدیثی می‌خونیم که حلیمه و خانواده اون از فقر و تنگدستی رنج می‌بردند. بنابراین حلیمه شوهرش رو راضی می‌کنه که به مکه برن و در رسمی که به صورت سالانه در جریان بود شرکت کنن. اینکه بادیه نشین‌ها هر سال به شهر می‌رفتن و مراقبت از فرزندی رو برای چند سال قبول می‌کردن. حلیمه همراه 5 تا 10 زن از قبیله خودش به مکه میرن و خبردار میشن که چه کسی در مکه دارای نوزاده. مشخص شد که یکی از این نوزادا یتیمه و پدرش فوت کرده. بعضی از زنها حتی برای ملاقات هم به منزل آمنه نرفتن، چون تصور میکنن که فرزند یتیم احتمالاً پولی برای اونها در بر نداره. بعضی از زنها هم به اونجا رفتن و وقتی شرایط بد و فقر آمنه رو مشاهده کردن، از قبول محمد صلی الله علیه و آله و سلم خودداری کردن. هفته به اتمام رسید و تمام افراد قبیله که به مکه رفته بودن یه نوزاد برای خودشون اختیار کرده بودن. حالا تنها حلیمه باقی مونده بود و تنها نوزادی هم که هنوز انتخاب نشده بود محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. حلیمه به همسرش میگه این مسئله باعث خجالت زدگی من شده که همه دوستای من الان به یه نوزاد به قبیله برمیگردن، اما من هنوز هم کسی رو پیدا نکردم. حارس همسر حلیمه پیشنهاد میده چرا بچه یتیم رو قبول نمی‌کنی؟ شاید الله در اون برکت و خیری قرار بده که در اونای دیگه نیست. بنابراین حلیمه و همسرش قبول میکنه که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مراقبت کنن. به محض قبول محمد روزی اونها چند برابر شد. بزی که داشتن و برای این مدت زیادی شیر نمیداد بلافاصله شروع کرد به شیر دادن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدود 2 سال همراه حلیمه بود و در این مدت به اندازه‌ای برکت برای خانواده اونها در برداشت که حلیمه ترس از دست دادن محمد به این همه برکت رو داشت. به این ترتیب حلیمه 1001 دلیل و بهانه آورد که محمد هنوز هم باید پیش اونها بمونه. وقتی آمنه دلایل و میزان محبت حلیمه به فرزندش رو مشاهده کرد، قبول کرد که این دوره رو افزایش بده و اجازه بده که محمد برای مدت بیشتری نزد اونها بمونه. در طول دوره دوم مراقبت حلیمه از محمد بود که واقعه شق الصدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رخ داد. انس بن مالک رضی الله عنه در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه. جبرئیل علیه السلام در سن 4 سالگی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد. محمد در حال بازی با همسن و سالگی خودش بود. وقتی جبرئیل نزد اونها میره، بچهای دیگه ترسیدن و اونجا رو ترک کردن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که تنها 4 سال سن داشت، در جای خودش میسته و مقابل جبرئیل قد علم میکنه. جبرئیل علیه السلام بزرگترین و قدرتمندترین ملائکه الله محمد رو به زمین میزنه، اما با دست و پا زدن محمد کمی به مشکل میخوره. بالاخره جبرئیل با قدرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو مهار میکنه. سینه اون رو میشکافه و قلب اون رو از سینه بیرون میاره. سپس بخش سیاهی از قلبش رو جدا میکنه و دور میندازه و میگه این سهم شیطان از تو. سپس قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در ظرفی طلایی که حاوی آب زمزمه شستشو میده و در جای خودش قرار میده. وقتی بچه‌ها و فرزندای دیگه حلیمه ماجرا رو میبینن، بلافاصله به سمت مادرشون میرن و فریاد میزنن که برادرمون کشته شد. وقتی حلیمه دوان دوان به سمت محمد میره، میبینه که رنگ از صورت محمد پرید و هیچ اثری از گریه و زاری و داد و فریاد هم نیست. سبحان الله که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه قدرتی که الله در اون قرار داده بود، از همون کودکی بسیار شجاع و نترس بود. انس بن مالک که این حدیث رو روایت کرده میگه من تونستم اثر این شکاف رو در سینه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کنم. این حدیث در زمانی روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حدود 60 سال سن داشتن. وقتی حلیمه این ماجرا رو میبینه، تصمیم میگیره قبل از اینکه اتفاق دیگه بیفته محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به مادرش برگردونه. بعد از اینکه محمد به مادرش برگردونده میشه، آمنه تصمیم میگیره که محمد رو به یثرب یا مدینه ببره. خدمتکاری که عبدالمطلب برای کادوی ازدواج در اختیار آمنه قرار داده بود هم همراه آمنه و محمد به مدینه میره و چند ماهی اونجا میمونه. در مسیر برگشت به مکه در روستایی به اسم الابواء که هنوز هم در بین مکه و مدینه قرار داره، آمنه احساس کسالت میکنه و همونجا جان به جان آفرین تسلیم میکنه. جنازه آمنه هم توسط ام ایمن با کمک افراد روستا همونجا دفن میشه و هنوز هم در این محل قرار داره. بنابراین محمد صلی الله علیه و آله و سلم که هنوز 6 سال نداره، پدر و مادرش رو از دست میده. بعد از مرگ آمنه، سرپرستی محمد به عبدالمطلب رئیس قبیله قریش میرسه.
در این دوران عموهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اون رو که به ندرت 7 تا 8 سال سن داشت برای پیدا کردن چند شتر گم شده میفرستن. دلیل فرستادن محمد برای پیدا کردن شترها توسط عموهاش این بود که محمد هیچ کاری رو انجام نمیداد مگر اینکه در انجام اون موفق بود. حالا که عموهاش از پیدا کردن شترها خسته شده بودن، اون رو به عنوان آخرین شانس برای پیدا کردنشون میفرستن. محمد میره و برای برگشت تأخیر زیادی میکنه. وقتی عبدالمطلب از قضیه باخبر میشه بسیار عصبانی میشه. آشفته و پریشان منتظر برگشت پیامبره. وقتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده، اون رو در آغوش میگیره و میگه از این به بعد نمیذارم که از جلوی چشمام دور بشی. در سن 8 سالگی بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای بار سوم یتیم میشه و عبدالمطلب هم فوت میکنه. عبدالمطلب قبل از مرگ خودش محمد رو به ابوطالب فرزند خودش و عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واگذار میکنه. ابوطالب هم برای مدت زیادی مراقب پیامبر بود و در برهه‌های زمانی مختلف به عنوان حامی ایشون وارد عمل میشد. ابوطالب عمر طولانی کرد و زمانی فوت کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیش از 50 سال سن داشتند. این سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیاء و المرسلین. لا تقنطوا من رحمت الله. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.